سلام، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه و امروز میخوام در مورد این صحبت بکنم که یه قرصی تو دنیا وجود داره که بدون اینکه آرزوی خاصی برای ما ایجاد بکنه هم میتونه باعث درمان افسردگی بشه. حالا درمان که بهتره نگم، خوشحال میکنه، حالتو خوب میکنه، افسردگی رو بهتر میکنه. هم میتونه باعث بهبود اختلال حافظه بشه. آقا اطلاعات تونتون از ذهنت میرن، شماره رو نمیتونی حفظ بکنی، آدرس ها رو از ذهنت تونتون میپره، نمیتونی حفظ بکنی، یا اصلا چیزایی بوده یه ماه پیش 2 ماه پیش خوندی یاد گرفتی ولی الان دیگه صفر صفر. اینجا میتونه این قرص بهت کمک بکنه. میتونه به پوکی استخون کمک بکنه، جلوی تشدید شدنش رو بگیره، احساس ضعف و خستگی رو توی طول روز و شبانه روز کمتر بکنه و کمکت بکنه با وجود اون خستگی که داری، یا بهتر بگم اون فشار کاری که هر روز روی تو هستش، بتونی این کار رو بهتر هندل بکنی و اون احساس خستگی یه خوردم شده کاهش پیدا بکنه. و جالب همه اینا توی یه قرصه. به اضافه اینکه همه ما ایرانی ها این مواد رو و موادی که توی این قرص هستش رو کم داریم و نکته مهمش اینه که تو اگه از این قرص به اندازه کافی مصرف بکنی آرزوی خاصی برات ایجاد نمیکنه. قرصش اسمش ویتامین دیه. ویتامین دی توی بدن ما خیلی کمه. مقدار مصرف چطوری باید باشه؟ شما باید یه دونه قرص ویتامین دی 50,000 واحدی رو، 50 نه، 50,000 واحدی رو یه دونه هر 2 هفته یه دونه مصرف کن. ببین چقدر تاکید کردم، هر 2 هفته یه دونه، 50,000 واحد. و بعد دوباره 2 هفته بعدم یه دونه قرص دیگر رو استفاده کنی. میتونیم از قرصای 1000 واحدی هم که تو بازار هستن هر یک روز در میون استفاده بکنی، ولی اون 50,000 واحدی تعداد مصرفش کمتره. خب کمتر اذیت میشی دیگه. هر روز بخوای یه قرص بخوری شاید حس خوبی بهت نده دیگه، درسته؟ پس این میتونه کار همونو بکنه و تو بدن هممون کمه. چرا؟ چون ما ایرانی‌ها توی لایف استایلمون خیلی آفتاب گرفتن، توی معرض آفتاب بودن نیست. تو تابستون که همه ازش فراریم، توی زمستون هم که آفتاب اونقدر قدرتی نداره که و خیلی موقع هم اصلا امکان داره جای زندگی بکنیم که ابر و باد و بارون باشه. دقیقا همین اتفاق توی یه سری کشورهای اروپا مثل آلمان وجود داره. شاید شنیده باشی بگن این آلمانیا خیلی یبسن، با آدم حال نمیکنن، گرم و گیرا نیستن، صمیمی نمیشن. یکی از علتاش به خاطر اینه که توی این کشورها چون دائما ابری هوا و اون خورشید وجود نداره، ویتامین دی که خورشید باعث فعال سازیش میشه و بهتر در نهایت جذب بدن میشه، خوب توی اینا جذبش اتفاق نمیفته. پس سطح ویتامین دی فعالشون میاد پایینتر و اون انرژی کمتر میشه، اون افسردگی بیشتر میشه و اون یوبس بودنه که معروف هستش توی کشوری مثل آلمان اتفاق میفته. این ویدیو رو برای کسایی که بهش نیاز دارن، این اختلال رو دارن و یا حتی افرادی از خانوادت، حتما به دستشون برسون. ممنون میشم که ازش حمایت کنی. سابسکرایب بکن حتما. ویدیوهای دیگه همون و قبلی ها رو بعدی ها رو ببین، توش کلی اطلاعات مفید گفتم و در مورد چیزای به درد بخوری صحبت کردم که اگه رعایت کنی اصلا مریض نمیشی که پیش ما دکترا بیای. راستی من دکتر امیرم، پزشکم و توی اینجا هر چی که خوب باشه و مفید باشه بهت میگم. خیلی مخلصم.